by Najiba, Afghanistan. یک سوال توسط نجیبه از افغانستان پرسیده شده. من یک دختر 16 ساله هستم. ما چطور می توانیم به روش اسلامی کسی را قبل از ازدواج دوست داشته باشیم؟ سوالی که توسط خواهر مطرح شده که آیا می توانیم یک عشق اسلامی قبل از ازدواج داشته باشیم؟ با توجه به عشق قبل از ازدواج که امروزه در جامعه های عصری، در جامعه های غربی وجود دارد، طبیعی است که حرام است. هیچ LBW وجود ندارد که به معنی عشق قبل از ازدواج می باشد. در فرهنگ غربی ها می دانیم که دوست دختر و دوست پسر وجود دارد. آنها می خواهند همدیگر را امتحان کنند. آنها بیرون به پارک، سینما و در چوکی عقب سینما می نشینند یا می خواهند با هم خوشگذرانی کنند یا به غذای شب بیرون می روند. با هم صحبت می کنند، به هتل می روند و تمام شب با هم می خوابند. تمام این چیزها در اسلام حرام است. You can, while selecting a life partner, have interview along with the mahram. اما شما می توانید در وقت انتخاب همسر با او در موجودیت یک محرم صحبت کنید. اگر یک پسر می خواهد یک دختر را ببیند و اگر خواهر پسر آنجا باشد یا پدر دختر آنجا باشد همراه محرم، به صورت طبیعی می توانید سوال بپرسید. می توانید برای چند دقیقه، نیم ساعت، یک ساعت یا زیادتر ملاقات کنید. می توانید یک جلسه، دو جلسه بگیرید. به خاطر فهمیدن هیچ مشکلی ندارد. به خاطر که دختر با پسر و پسر با دختر تمام زندگی خود را سپری می کنند. اما بیرون رفتن به تنهایی، در انزوا بودن، شما می دانید که شیطان آنجا است. پیامبر فرموده که اگر دو نامحرم با هم تنها باشند، شخص سومی شیطان است. پس به طریق اسلامی بله شما می توانید ملاقات کنید، اما عشق قبل از ازدواج که به صورت عادی در دنیای غرب جریان دارد ممنوع می باشد. Islamic way, yes, you can have. For example, به طریق اسلامی بله شما می توانید. برای مثال یک دختر یک پسر را می شناسد که شخص اسلامی است، بسیار مذهبی است، تقوای زیاد دارد، 5 وقت نماز را در مسجد ادا می کند و مبلغ است. دختر هم می خواهد که یک شریک زندگی خوب داشته باشد. پس به صورت اسلامی کار را که کرده می تواند این است که آن دختر توسط برادر خود یا پدر خود با آن پسر پیشنهاد دهد یا خانواده دختر می توانند بروند خانواده پسر را ببینند. این طریق اسلامی و ممکن است. این نوع عشق به خاطر که آن را برای ارزش‌های مذهبی و این که او پسر دینی است خوش دارید اجازه است. به صورت اسلامی اگر می خواهید این گونه پیش بروید و شریعت را نقض نکنید ممکن است. به این شکل اگر شما می خواهید این را عشق قبل از ازدواج نام دهید، به خاطر که دختر جنبه های دینی را در پسر خوش دارد یا پسر جنبه های دینی را در دختر خوش دارد، در صورتی که شریعت نقض نشود، پس می توانید آن را یکی از انواع عشق قبل از ازدواج به صورت اسلامی نام دهید، اما در صورتی که هیچ حکم شریعت نقض نشود. but seeing to it that you don't break any of the rules of the Sharia.